کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان از اعلان شماره زنان مهاجر خودداری و این آمار را مخفی عنوان کرد. این در حالی است که در گذشته این آمار همه ساله اعلان میشد. عموما مهاجرت اهالی جمهوری تاجیکستان چنانکه که همگان اطلاع دارید این معلومات مخفی است و طبق دستور دولت و حکومت مملکت این مسئله مورد کاربری قرار دارد. سران کمیته زنان گفتند آمار دقیق ندارند. کمتر یک دو مسئله ها رو مورد بررسی قرار دارند و ما همین ممکن دقیق انیقش گفته نمیتونیم. بعضی مسئله هایی هست که ممکن ما همین انیقش گفته نمیتونیم و ما شما وای کنید در تماس باشید موقتی ما حتما این مسئله درست وای کرده با شما وای میگیم پیشنهاد میکنیم. این اکن این قدر وای نداره لیکن بعضی مسئله هایی هست که حاضر این زمان بررسی و بین حکومت ما حکومت فدراسیون رئیسی قرار دارد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تابستان سال گذشته شماره زنهای مهاجر تاجیکستان را نزدیک 79,000 نفر گفته بود. به توجهی کمیته کار با زنان و اولیه به آمار مهاجرت زنان را یکی از کارشناسان ساحه نشانه آن نامید که زنان مهاجر از دایره نظر این کمیته بیرونند. اما پروفسور رحمان اولماسов کارشناس امور مهاجرت خودداری مقامات از اعلان این آمار را به دشواری شمارش عمومی مهاجران بستگی داد. این یگان مخفی ندارد، فقط در سری آن است که تو خلو بین روسیه یا که بین تاجیکستان و روسیه یک سیستم استاتستیکا براه مونده نشده است. مثلا شخصی که میرد به روسیه میرد او میگرانت است یا که میگرانتی است که برای بیمارخانه میرد یا که در نزد خویشاوندانش میرد، همش قطار میگرانت داخل میکنند. برای همین حاضر بین علما یک دیسکوسی کلان رفته شده است که یک سیستم به در آوردن کنیم، چخیل معلوم کنیم که همین آدم برای چی اومد، کار با اومد یا که مهمانی با اومد. در چند سال اخیر شماره یا آمار مهاجران خصوصا مهاجران تاجیک در روسیه به یک موضوع حساس تبدیل شده است. تاجیکستان این آمار را خیلی ناچیز نشان می‌دهد و روسیه برعکس زیاد. این ارقام بین 600,000 تا 2 میلیون اعلان شده است. اما آخر سال گذشته گروه بین‌المللی مسائل مهاجرت در همایش تایلند شماره زنان مهاجر تاجیکستان را در سال 2023 نزدیک 15% از حساب عمومی مهاجرت مهنتی نامید. این شاخص در قرقیزستان 39 و ازبکستان 27% نامبر شد.